به نظر می رسد که یک اظهارات فوتبالبازی دسته ارسنال لندن مسعود اوزیل باعث طوفان در چین شده است. آخر هفته گذشته در یک پیام دور از میدان فوتبال اوزیل سیاست چین در مقابل مسلمانان اویغور تبار را تنقید کرد. در پی آن تلویزیون CCTV این کشور ابراز داشت که روز یکشنبه این شبکه قوازمایی ارسنال بر ضد منچستر سیتی را نمایش نمی‌دهد. اوزیل در شبکه اینستاگرام اویغورهای چین را مجاهدان مقاومت کننده به شکنجه عنوان داده افزوده است که از آنها پشتیبانی می‌کند. دسته ارسنال فوراً اظهارات پخش نموده تاکید کرد که عقیده اوزیل فکر شخصی او بوده با دسته فوتبال هیچ ارتباطی ندارد. ارسنال علاوه کرد که اصولاً به سیاست دخالت نمی کند. در ترکیه باشد اظهارات اوزیل به طور مثبت ارزیابی شد. بعد چند ساعت نشر آن در استانبول راهپیمایی اویغورهای محلی با عکس‌های اوزیل دایر شد که در آن سیاست چین در قبال مسلمانان و به ویژه بازداشت ده‌ها هزار مسلمان ولایت شینجان تنقید شد. چین این بازداشتگاه ها را اردوگاه تربیه دوباره و بازداشت شده ها را استودنت یا خود دانشجوی می نامد. کارشناسان سازمان ملل اصرار می‌ورزند که از 1 تا 2 میلیون مسلمان شینجان در همین وضع ناگوار قرار دارند و حقوق آنها پایمال می شود. ولی چین عیبنامه‌های بدرفتاری را رد نموده تاکید می‌کند که این اقدام بخشی از مبارزه با تروریسم می باشد.